عجیب و غیر قابل باور لطیفه عزیزی، هنرمند افغان در میان صفحات مجازی نشر شد. لطیفه عزیزی هنر موسیقی را ترک کرده است و وی قرار است در فیلم‌های امریکایی نقش ایفا کند. دلیل این کار لطیفه عزیزی چی بوده؟ راه حقایق و رازهای پشت پرده زندگی جنجالی لطیفه عزیزی در کشور امریکا. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام سلامتی نثار تک تک شما دوستان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت هرچی بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار بدید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. لطیفه عزیزی هنرمند جوان، چهره شناخته شده، مطرح و محبوب در میان مردم افغانستان است. علاقمندان و دوستداران خاص خودش را دارد. لطیفه عزیزی عاشقانه هنر موسیقیش را در میان مردم افغانستان پیش میبرد. کارهای هنر موسیقی لطیفه عزیزی از برنامه ستاره افغان تلویزیون طلوع آغاز شد و توانست در مدت خیلی کوتاهی در دلهای مردم افغان جایگاه هنری خاصی برای خودش کسب کند. لطیفه عزیزی عاشقانه آهنگ میسرود، ولی این زمان نتوانست رضایت داوران برنامه ستاره افغان را از آن خود کند. لطیفه عزیزی بعد از تحولات سیاسی حاکم در افغانستان رخت مهاجرت به کشور امریکا است. در کشور امریکا هم زندگی خوش و آرامی داشت. تصاویر لطیفه عزیزی در میان مردم افغانستان دست به دست می شود که وی در چندین فیلم امریکایی نقش ایفا کرده است. دلیل اینکه لطیفه عزیزی چرا خواسته در فیلم‌های امریکایی نقش ایفا کند تا کنون معلوم نیست، اما لطیفه عزیزی کاملا هنر موسیقیش را ترک کرده است. لطیفه عزیزی دوستداران و طرفداران خوب خودش را در کشور امریکا هم داشته است. وی برای برندهای مختلف در کشور امریکا مدلینگ می کند و درآمد چنان خوبی هم داشته است. اما لطیفه عزیزی نمیخواهد دیگر هنر موسیقیش را ادامه بدهد، ولی هر انسان خودش میداند و زندگی شخصیش. من آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای لطیفه عزیزی با جمعی از هنرمندان افغان از بارگاه عزت الله ایزال تمنا دارم. عزیزان و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان لطیفه عزیزی به اشتراک بگذارید. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت هرچی بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. تا درود دیگر، شما خوبان را به الله منان امانت گذاشتم. موفق کامیاب باشید.